روز بخیر بینندگان عزیز، امیدواریم هفته پربار و باقرار خواهید داشت. سرخط خبرها را از استودیوی رادیوی آزادی از شهر پراگ پیشنهاد شما میکنیم. در تاجیکستان برای زورآوری به کودکان بیش از 60 پدر و مادر و معلمان را جزا دادند. اسماعیلیان تاجیکستان و جهان امروز روز امامت یا 65مین سالگرد به تخت نشستن شاهزاده کریم آقاخانی 4 را جشن میگیرند. در اوکراین جسد 15 نفر را از زیر ویرانه‌ها بیرون آوردند و طالبان افرادی بریش را به اداره‌های دولتی راه نمیدهند. تفصیلات این و خبرهای دیگر را در برنامه امروز داریم و همچنین چندی از گزارش‌های برنامه اخباری آزادی را هم معرفی خواهیم کرد. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال گذشته و 3 ماه امسال برای زورآوری به کودکان و نابالغان 63 پرونده جنایی باز کرده گناهکاران را جزا دادند. در آمار تازه وزارت عدلیه که رادیوی آزادی آن را دید آمده است، در این مدت بر ضد والدان زورگو 41 پرونده و علیه آموزگاران 22 پرونده باز شده است. در همین دوره یعنی از سال 2018 تا 3 ماه گذشته سال 2022 مقامات انتظامی بیش از 500 مورد تحصیل غیر قانونی دینی کودکان را آشکار نموده گناهکاران را به جوابگری جنایتی کشیدند. در تاجیکستان آزار کودکان و به اجازه مقامات به آنها تعلیم دینی و مذهبی دادن منع است. تنها در ماه می و ایون امسال در تاجیکستان کمش 5 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و چندین نفر دیگر برای بازپرسی دعوت شدند. در طی 3 روز اخیر 2 خبرنگار تاجیک، ذوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده را بازداشت کردند. شکار یا بازداشت ژورنالیستان و بلاگرها در کشور چی پیام و پیامد دارد؟ همکاران ما تلاش دارند در این باره با تحلیلگران، مسئولین رسانه‌ها و مقامات صحبت کنند. اگر موفق شدند در این باره همراه در برنامه اخباری آزادی گزارشی را خواهیم دید. برنامه بعد از 3 ساعت تقدیم شما می شود. ماموران نجات در اوکراین از خرابه‌های بینایی که بر اثر ضربه موشکی روسیه فرو رفت جسد 15 نفر را بیرون کشیدند. مقامات ولایت دونتسک روز 10 ایول گفتند ممکن است زیر ویرانه‌ها 20 نفر دیگر مانده باشند. نجات بخشان شام 10 ایول پس از 24 ساعت از زیر بینای 5 طبقه یک مرد را زنده بیرون کشیدند. در عموم از زیر بینای ویرانه در محله چسفیر 6 نفر را زنده پیدا کردند. چسفیر شهرک با 12,000 نفر اهالی در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد که چند روز پیش هدف نیروهای روسیه بود. روز 10 ایول نظامیان روس همچنین به خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین چند دفعه با موشک ضربه زدند. اسماعیلیان تاجیکستان و جهان امروز سالگرد به تخت نشینی شاهزاده کریم آقاخانی 4 49مین پیشوای روحانی خود را تجلیل می کنند. 65 سال قبل در این روز آقاخانی 4 به تخت امامت نشسته طی این مدت رهبری جمعیت اسماعیلیان جهان را بر ذمه دارد. همساله 11 ایول یا روز امامت را پیروان شاهزاده کریم آقاخانی 4 در تاجیکستان و خارج از آن با برنامه‌های معرفتی و فرهنگی تجلیل می کنند. امروز بخشیده به این سنه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه هم مراسم برگزار می شود. آقاخانی 4 رهبر روحانی 25 میلیون اسماعیلیان جهان است. در تاجیکستان اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیرو مذهبی اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان بار آخر ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان سفر کرده بود. او سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی را عملی می‌کند. برخی از ساکنان کابل که برای حل مشکلاتشان به اداره‌های حکومت طالبان مراجعت کردند میگویند با سبب نداشتن ریش به آنها اجازه ندادند که وارد اداره شوند. این افراد میگویند با وجود آنکه به نظامیان طالبان گفتند کارمند حکومت نیستند به آنها اجازه برای وارد شدن به اداره درکاری را ندادند. یکی از این نفران به رادیوی آزادی گفت با چند کار افتاده در نزد اداره منتظر بود، اما طالبان فقط به آنها اجازه داخل شدن
دادند که ریش داشتند و این جوان را از نزد در برگرداندند. عقیف مهاجر سخنگوی وزارت امر معروف و نهی منکر حکومت طالبان میگوید آنها هیچ دستور درباره راه ندادن افرادی بریش به اداره ها را صادر نکردند. اما پیشتر از این گزارش شده بود که همین وزارت به تمام کارمندان دولت طالبان امر داده است ریش بگذارند وگرنه به اداره هایشان راه دادن نمی شوند. مقامات تاجیکستان در رابطه با موج دیگری کرونا ویروس در کشورهای همسایه سنجش یا گواهنامه ام و حرارت مسافران را در فرودگاه و گذرگاه‌های سرحدی سخت‌تر کردند. همزمان میگویند در مرزهای تاجیکستان محدودیت جاری نشده است. این زمان نوبسته به قید گرفته شده است نشده است، نه که در گذرگاه‌های سرحدی نظارت همه وقت هست، در تمام وقت و ساعت نظارت برده ایستادند. هفته‌های گذشته سرایت کرونا ویروس نو در کشورهای نزدیک به تاجیکستان دوباره اوج گرفته است. قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان از آشکار شدن گرفتاران خبر دادند. درباره چاره‌های نو پیشگیری از سرایت کووید در کشور امروز در برنامه اخباری آزادی گزارش داریم. چون معمول در آخر برنامه نگاه میاندازیم به قرب سامانی در برابری اسعار خارجی. 11 ایول بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 170 سامانی تعیین کرده است که نسبت به آخر هفته پیش اندک بالا رفته است. قرب 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 51 درهم مقرر شده است و 1 یورو به 10 سامانی و 69 درهم برابر است. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی بود. در بانک‌های تجارتی ممکن است که پول شما را با قرب پایان و یا برعکس بالاتر از این عوض کنند. سرخط خبرها به پایان رسید. 3 ساعت پس شما را در اخباری آزادی منتظر می‌شویم.